شاهزاده‌ای که پر از غرور و تکبر بود روزی در بیابانی وسیع گم شد، اما دختری جوان یتیمی او را نجات داد و اتفاقات بعدی آن افتاد که همه مردم با شنیدنش شوکه شدند. قبل از همه چیز به کانال سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، در کامنت ها آمین بنویسید و به پیامبر رحمت صلوات بفرستید. حال بریم سراغ داستان شوکه کننده ما. در قصر شاه محمود، شاهزاده عبدالله تنها پسر جوان شاه زندگی مرفهی داشت و از درد و رنج مردم دور بود. پدرش او را بسیار دوست داشت، اما هرگز معنای مسئولیت و ارزش فروتنی را به او نیاموخت. بنابراین عبدالله مغرور بار اومد و خود را برتر از همه می دانست. روزی شاه تصمیم گرفت پسرش را برای آموختن امور حکومت به شهر دور بفرستد. عبدالله همراه نگهبانانش راهی شد و به هر کسی که در مسیر میدید با تحقیر نگاه میکرد. اما سرنوشت درس سخت برایش آماده کرده بود. طوفان شن شدیدی برخاست که مانندش را هرگز ندیده بودند و روز را به تاریکی مطلق تبدیل کرد. عبدالله در میان طوفان از نگهبانانش جدا شد و اسبش بی هدف در جهات مختلف دوید تا اینکه او را در دره دور انداخت. عبدالله زیر آفتاب سوزان بیابان بیدار شد. نه آب داشت، نه غذا و نه کسی میدانست که کجاست. سرگردان راه میرفت و برای نخستین بار در زندگیش ترس را احساس میکرد، زیرا همیشه خدمتکاران نگهبانان در اطرافش بودند. ساعتهای طولانی گذشت و توانش رو به پایان رفت و احساس کرد مرگ در هر قدم به او نزدیکتر می شود. در اون لحظه بیاد آورد که چگونه فقرا را مسخره می کرد و به شکایتهایشان گوش نمی داد و از غرور و تکبرش عمیقاً پشیمون شد. درست وقتی که امیدش را کاملا از دست داده بود، از دور سایه شخصی را دید که به سمتش می اومد. دختری جوانی با لباسای کهنه به او نزدیک شد، اما چشمانش از مهربانی و رحمت می درخشید. او نازنین، دختری جوانی یتیم و 23 ساله بود که سالها پیش پدر و مادرش را از دست داده و تنها در کلبه کوچک در حاشیه بیابان زندگی می کرد و برای مرد خسیس به نام سالم چوپانی می نمود. نازنین دید که عبدالله در وضعیت ضعف است و نزدیک است بیفتد. پس سری به سویش رفت و بدون آن که درباره هویتش چیزی بپرسد مشک کوچیک آبش را به او داد. عبدالله آب را با ولع نوشید، گویا هرگز در زندگیش آب ندیده بود و با تعجب به او نگاه کرد و از خود پرسید چرا مرا کمک می کند در حالی که اصلا مرا نمی شناسد. نازنین لبخند ساده زد و گفت کمک به دیگران وظیفه هر انسان است، حتی اگر چیزی نداشته باشد، زیرا قلب مهربان به ثروت نیاز ندارد. نازنین به او کمک کرد بایستد و او را به کلبه دورافتاده اش برد. در راه برایش تعریف کرد که چگونه پدر و مادرش را در حادثه غم انگیز از دست داده و در این دنیا تنها شده است. عبدالله درد عجیبی در قلبش احساس کرد، زیرا هرگز به رنج و غم دیگران فکر نکرده بود. آنها به کلبه کوچک رسیدند که جز حصیر کهنه و چند ظرف شکسته چیزی در آن نبود. اما نازنین با سخاوت تمام همان غذای اندکش را به او داد. عبدالله در حال غذا می‌خورد که از خودش خجالت می‌کشید. چگونه او در قصر غذا را هدر می‌داد در حالی که کسانی بودند که آرزوی یک لقمه نان را داشتند. از نازنین پرسید چرا با وجود سختی‌های زندگی همچنان مهربان است. نازنین با آرامش پاسخ داد که درد و رنج به او آموخته است مهربان باشد، زیرا معنای واقعی درد را می‌داند. اون شب عبدالله برای نخستین بار در زندگیش روی زمین خوابید و سفر واقعی تغییر در قلبش آغاز شد. صبح روز بعد عبدالله با صدای نازنین بیدار شد که آماده می شد برای کار نزد سالم برود، مردی که با او بسیار سخت رفتار می کرد. عبدالله از او خواست تا همراهش برود تا زندگی روزمره‌اش را ببیند و نازنین با تردید پذیرفت، چون می ترسید سالم از حضور یک غریبه خشمگین شود. آن دو با هم به آغل گوسفندان رفتند، جایی که سالم با چهره عبوس منتظر بود. او با شک به عبدالله نگاه کرد و پرسید این جوان کیست؟
نازنین با ترس گفت که او مسافری گم شده است که به او کمک کرده. سالم با عصبانیت فریاد زد که او وقتی نیکوکاری ندارد و باید بیشتر کار کند. عبدالله دید که نازنین زیر آفتاب سوزان تمام روز بدون استراحت کار می کند. به گوسفندان آب می دهد، آغل را تمیز می کند و بارهای سنگین را حمل می کند. سالم مدام بر سر او فریاد می زد و به کوچکترین دلیل سرزنشش می کرد و هر بار که عبدالله می خواست کمکش کند سالم مانع می شد و می گفت این فقط وظیفه نازنین است. ظهر آن روز عبدالله دید که نازنین از شدت خستگی نزدیک است از پا بیفتد، اما با لبخند به او گفت که به این زندگی عادت کرده است. عبدالله به شدت خشمگین شد و با سالم روبرو شد و گفت رفتارش با نازنین ظالمانه است. اما سالم با تمسخر خندید و گفت او دختری جوان یتیم و بی‌پناه است و باید بابت غذایی که میخورد از او تشکر کند. عبدالله خواست از نازنین دفاع کند، اما نازنین دستش را گرفت و از او خواست آرام باشد، زیرا سالم ممکن است او را اخراج کند و تنها راه امرار معاشش را از دست بدهد. در همان لحظه عبدالله فهمید که ضعیفان چه ظلمی را تحمل می کنند و در دلش درد احساس کرد که هرگز پیش از آن تجربه نکرده بود. روزها گذشت و عبدالله در کنار نازنین زندگی کرد و از او معنای صبر و عزت را با وجود فقر و رنج آموخت. او پنهانی و دور از چشم سالم در کارها به نازنین کمک میکرد و شبها کنار کلبه می نشست و درباره زندگی و آرزوهایشان صحبت میکردند. نازنین برای او از تنها آرزویش گفت این که بتواند خواندن و نوشتن یاد بگیرد، اما فقر او را از این آرزو محروم کرده بود. عبدالله به او قول داد اگر خدا بخواهد و کنار هم بمانند خودش به او خواندن و نوشتن یاد میدهد. شب صدای نزدیک شدنی اسباب به کلبه شنیده شد. نازنین ترسان بیرون رفت و گروهی از مردان قصر را دید که به دنبال شاهزاده میگشتند. عبدالله پنهان شد چون میترسید او را ببرند و نازنین را تنها بگذارند، اما نگهبانان به فرماندهی مرد به نام بهرام با سختی از نازنین پرسجو کردند. نازنین برای محافظت از عبدالله دیدن هر غریبه‌ای را انکار کرد، اما بهرام خشمگین شد و او را به دروغگویی متهم کرد و تهدیدش کرد اگر حقیقت را نگوید مجازات خواهد شد. در همان لحظه عبدالله از مخفیگاهش بیرون آمد و هویت واقعی خود را آشکار کرد. نگهبانان با دیدن وضعیت پریشانی او با شگفتی در برابرش زانو زدند. بهرام از شاهزاده خواست فوراً به قصر بازگردد، زیرا شاه بیمار شده و در آستانه مرگ است. عبدالله شوکه شد و قلبش میان وظیفه‌اش نسبت به پدرش و نازنین دختری جوانی که جانش را نجات داده بود تردید داشت. عبدالله با اندوهی عمیق به نازنین نگاه کرد و به او قول داد که هرگز فراموشش نخواهد کرد و هر اتفاقی هم بیفتد دوباره نزد او باز می‌گردد. اما نازنین با درد لبخند زد و گفت جای او در قصر است، نه در کنار او. عبدالله سوار اسبش شد و همراه نگهبانان حرکت کرد، اما با هر قدمی که از نازنین دور می‌شد قلبش بیشتر می‌شکست. وقتی به قصر رسید دید پدر شاه محمود بیمار شده و در بستر مرگ افتاده و وزیر حامد با نگرانی کنار او ایستاده است. عبدالله با چشمان اشکبار به پدرش نزدیک شد. شاه با سختی دست او را گرفت و از او خواست حاکم عادل باشد و به ضعیفان رحم کند. پدرش به او گفت که در دوران بیماریش فهمیده در تربیت او اشتباه کرده و او را از مردم دور نگه داشته است و از او خواست اشتباهات گذشته را جبران کند. عبدالله با سوز دل گریه کرد و ماجرای بیابان و نازنین دختر جوانی که معنای انسانیت را به او آموخته بود برای پدرش تعریف کرد. شاه خوشحال شد و با لبخندی آرام برای همیشه چشمانش را بست. پس از دفن پدرش عبدالله شاه کشور شد، اما هرگز نازنین و درسایی را که از او آموخته بود فراموش نکرد. نخستین فرمانهایش لغو مالیات فقرا و ساخت مدرسه برای فقرا بود. وزیر حامد از این تصمیم‌های ناگهانی شگفت زده شد، اما عبدالله با قاطعیت گفت که اینها را از زندگی آموخته و حاکم واقعی کسی است که به مردمش خدمت کند، نه این که آنان را برده خود بسازد. عبدالله بعد از 1 سال
نگهبانانش را فرستاد تا نازنین را پیدا کنند و به قصر بیاورند. اما آنان پس از چند روز با خبری شوکه کننده بازگشتند. گفتند نازنین پس از رفتن او از کلبه ناپدید شده و سالم نیز او را از کار اخراج کرده است، چون به یک غریبه کمک کرده بود. عبدالله احساس گناه سنگین کرد، زیرا او را تنها گذاشته و از ظلم مردم محافظتش نکرده بود. سوگند خورد که هر طور شده نازنین را پیدا کند، اما روزها گذشت و هیچ نشانی از او پیدا نشد. سرانجام عبدالله خودش با لباسهای ساده و ناشناس به جستجوی نازنین پرداخت و در بازارها و روستاهای دورافتاده سراغ او را می گرفت. در یکی از روستاهای دور شنید دختری جوان یتیم در مزرعه مرد ظالمی به نام مراد کار می کند. پس به آنجا رفت و وانمود کرد به دنبال کار است. از دور دختر جوانی را دید که شبیه نازنین بود، اما بسیار لاغر و رنگ پریده شده بود. وقتی نزدیکتر شد مطمئن شد که او خود نازنین است، اما نازنین در لباس ساده او را نشناخت. عبدالله سعی کرد با او صحبت کند، اما نازنین خاموش و خسته بود. از حالش پرسید، اما او فقط با غم سرش را تکان داد و رفت. سپس عبدالله نزد مراد رفت و پیشنهاد داد آزادی نازنین را با مبلغ زیادی بخرد، اما مراد از روی طمع قبول نکرد و مبلغی بسیار بیشتری خواست، چون فهمیده بود این جوان به نازنین اهمیت می‌دهد. عبدالله خشمگین شد، اما خودش را کنترل کرد و پذیرفت پول را بپردازد. وقتی موافقت مراد را گرفت حقیقت را به نازنین گفت. نازنین شوکه شد و با شدت گریه کرد و از او پرسید چرا پس از تمام اتفاقاتی که میانشان رخ داده بود او را تنها گذاشته است. 1 سال تمام. عبدالله با سخنان سرشار از درد و پشیمانی از او عذرخواهی کرد و گفت که هرگز قولش را فراموش نکرده و میخواهد او همیشه در کنارش باشد. اما نازنین با غرور مخالفت کرد و گفت که ترحم هیچ کس را نمیخواهد، زیرا یاد گرفته روی پای خودش بایستد. عبدالله تلاش کرد او را قانع کند، اما نازنین بر تصمیمش پافشاری کرد. عبدالله نیز به تصمیمش احترام گذاشت، اما کیسه طلا برایش گذاشت و گفت تا زمانی که نظرش عوض شود منتظرش خواهد ماند. سپس با قلب شکسته به قصر بازگشت و فهمید زخمی که به غرور و عزت نفس نازنین وارد شده با طلا و ثروت درمان نخواهد شد، چون او 1 سال تمام هر روز منتظرش بوده. عبدالله به وظایفش به عنوان شاه بازگشت، اما قلبش همچنان درگیر نازنین بود و با تمام توان برای برقراری عدالت در سرزمینش تلاش میکرد. او خونه ها و مدرسه های رایگان ساخت و دستور داد هر ظالمی در قلمروی او مجازات شود. در هر تصمیمی که میگرفت نازنین را به یاد می آورد، اما وزیر حامد از این تغییرات راضی نبود، زیرا در زمان شاه قبلی از ظلم و فساد سود می برد. حامد مخفیانه نقشه کشید تا از شر عبدالله خلاص شود و اوضاع گذشته را بازگرداند. او با گروهی از تاجران فاسد و اشراف طمعکار دیدار کرد و با هم توافق کردند شایعات دروغینی درباره عبدالله پخش کنند و بگویند او ضعیف است و ثروت کشور را برای فقرا هدر می‌دهد تا اشراف را علیه او کنند. در همین زمان نازنین در روستای کوچیک و به تنهایی زندگی می‌کرد. او با دوختن لباس‌ها و آموزش رایگان خوندن به فقرا روزگار می‌گذراند. هر روز به عبدالله فکر می‌کرد، اما غرورش اجازه نمی‌داد نزد او بازگردد، زیرا نمی‌خواست مردم تصور کنند از مهربانی او استفاده کرده است. نازنین خبر اصلاحات عادلانه عبدالله را شنید و در دل به او افتخار کرد، اما همچنان از او دور ماند تا سربار او نشود. روزی مرد غریبه به نام جمشید نزد نازنین آمد و از رابطه او با شاه پرسید، اما نازنین برای دوری از دردسر آشنایی با او را انکار کرد. جمشید به او گفت که فرستاده وزیر حامد است و جان شاه در خطر قرار دارد و فقط او میتواند نجاتش دهد. نازنین ابتدا مردد شد، اما عشقش به عبدالله و ترسش برای او باعث شد همراه جمشید برود، بیان که بداند این نقشه ای از سوی حامد برای استفاده از او علیه عبدالله است. جمشید
نازنین را در سفر طولانی به سوی پایتخت برد و در طول راه نازنین به رفتارهای مرموز او مشکوک شد. وقتی به قصر متروکه در بیرون شهر رسیدند، جمشید او را گرفت و حقیقت را فاش کرد که برای وزیر حامد کار می کند. نازنین فهمید در دام افتاده و حامد می خواهد از او برای باجگیری از عبدالله استفاده کند. او تلاش کرد فرار کند، اما نگهبانان حامد او را دستگیر کردند. در قصر اصلی حامد نقشه بعدیش را طراحی کرد و نامه برای عبدالله فرستاد و به او خبر داد که نازنین اسیر اوست. حامد از عبدالله خواست در برابر جان نازنین از تاج و تخت کناره‌گیری کند. عبدالله از این خبر شوکه و به شدت خشمگین شد. او با بهرام دستیار وفادارش مشورت کرد و بهرام به او توصیه کرد تسلیم نشود و عاقلانه تصمیم بگیرد، اما قلب عبدالله از ترس برای نازنین فریاد میکشید. در نهایت تصمیم گرفت خودش به تنهایی و بدون اطلاع دیگران به مقابله با حامد برود. او شبانه و مخفیانه به سوی قصر متروکه حرکت کرد. در زندان نازنین از کاری که کرده بود و خطری که عبدالله را در آن انداخته بود گریه میکرد و از خدا میخواست او را حفظ کند. ناگهان صدای قدم‌هایی را شنید که به زندان نزدیک میشد. سرش را بلند کرد و دید عبدالله بدون هیچ نگهبانی وارد شده است. نازنین فریاد زد و به او هشدار داد که این یک تله است، اما در همان لحظه در پشت سر عبدالله بسته شد و حامد همراه افرادش ظاهر شدند و آن دو را محاصره کردند. حامد با تمسخر خندید و گفت که عبدالله دقیقاً همانطور که برنامه ریزی کرده بود در دام افتاده و حالا به راحتی تاج و تخت را تصاحب خواهد کرد. عبدالله با عشق عمیق به نازنین نگاه کرد و به او گفت که بدون او تاج و تخت و هیچ چیز دیگری برایش ارزش ندارد. نازنین گریه کرد و احساس گناه بزرگ داشت، زیرا تصور میکرد خودش باعث گرفتار شدن عبدالله شده است. در همین هنگام که حامد از پیروزی خود خوشحال بود، بهرام وفادار متوجه غیبت شاه شد و جستجو برای یافتن او را آغاز کرد. بهرام از طریق یکی از خدمتکارانی که حامد تازه آورده بود نقشه را فهمید و نگهبانان وفادار را جمع کرد و به سوی قصر متروکه حرکت کرد. در زندان عبدالله تلاش میکرد نازنین را آرام کند و به او بگوید که همه چیز درست خواهد شد، اما نازنین خودش را به خاطر ساده‌لوحی‌اش سرزنش میکرد. عبدالله به او گفت که این تقصیر او نیست و حامد به هر حال راه دیگری برای رسیدن به او پیدا میکرد و حالا که کنار هم هستند احساس قدرت میکند. ناگهان صدای فریاد و درگیری از بیرون شنیده شد و آن دو فهمیدند کسی برای نجاتشان اومده است. چند لحظه بعد در باز شد و بهرام همراه نگهبانان وارد شد. وزیر حامد سعی کرد فرار کند، اما نگهبانان او را دستگیر کردند و در حالی که در زنجیر بود نزد عبدالله آوردند. عبدالله بیشتر از آن که خشمگین باشد با اندوه به وزیر حامد نگاه کرد و از او پرسید چرا به امانت و اعتماد خیانت کرده است؟ حامد با سردی پاسخ داد که طمع چشمانش را کور کرده و هیچ پشیمانی هم ندارد. عبدالله تصمیم گرفت او را در برابر مردم و در دادگاهی عادلانه محاکمه کند. عبدالله و نازنین در میان استقبال مردم به قصر بازگشتند و پس از شنیدن ماجرا همه نازنین را قهرمان می‌دانستند، اما نازنین همچنان مانند گذشته فروتن بود و نمیخواست در قصر زندگی کند و اصرار داشت در خانه کوچک بماند و به فقرا خدمت کند. عبدالله به تصمیم او احترام گذاشت، اما از او خواست مشاورش در امور فقرا باشد و نازنین هم پذیرفت، به شرطی که هیچ مزدی دریافت نکند. نازنین هر روز به قصر می رفت و همراه عبدالله برای بهتر شدن زندگی مردم تلاش می کرد و رابطه میان آن دو روز به روز عمیق‌تر می شد. ماها از آن ماجرا گذشت و نازنین به خاطر کارهای خیرخواهانه و خردش در میان مردم محبوب شد. عبدالله هر روز بیشتر از قبل را تحسین می کرد، نه فقط به خاطر زیبایی روحش بلکه چون او معنای واقعی زندگی را به عبدالله آموخته بود. روزی عبدالله از نازنین خواست در باغ قصر کنار او بنشیند و گفت می‌خواهد سوال مهمی از او بپرسد. نازنین کمی دست پاچه شد اما آرام پذیرفت. عبدالله از او پرسید آیا همان احساسی را نسبت به او دارد که خودش نسبت به نازنین احساس می‌کند؟
چهره نازنین از خجالت سرخ شد و اعتراف کرد که از همان روز نخست عاشق او شده بود، اما ترس از تفاوت جایگاهشان اجازه نداده بود احساسش را بیان کند. عبدالله با مهربانی دستی او را گرفت و گفت تفاوت واقعی در قلب انسان هاست، نه در مقام و ثروت، و قلب نازنین از تمام اشرافزادگان شریفتر است. سپس از او خواست همسر و شریک زندگیش شود. نازنین از شدت خوشحالی گریه کرد و با صدای آمیخته به اشک قبول کرد، اما شرط گذاشت که همچنان ساده و فروتن باقی بماند و هرگز از مردم و رنجهایشان دور نشوند. عبدالله با شادی شرط او را پذیرفت و همان روز در برابر مردم نامزدی خود با نازنین، دختری جوان یتیم، را اعلام کرد. خبر ازدواج نازنین شادی بزرگی در میان مردم به وجود آورد، زیرا آن را نشانه از عدالت واقعی و شکستن تفاوت‌های ظالمانه طبقاتی می‌دانستند. مراسم ازدواج ساده‌ای همان گونه که نازنین می‌خواست برگزار شد و فقرا پیش از ثروتمندان در آن حضور داشتند. نازنین با قلب خدمتگزار به ملکه محبوب تبدیل شد. نازنین و عبدالله زندگی سرشار از خوشبختی و کارهای نیک داشتند. نازنین با وجود جایگاهش به عنوان ملکه شخصاً به خانه های فقیران سر میزد و به نیازمندان کمک میکرد. سپس صاحب فرزند شدند که نام او را احمد گذاشتند و او را بر پایه فروتنی، عدالت و مهربانی تربیت کردند، همان ارزش‌هایی که خود از زندگی آموخته بودند. زنی اشرافی و کینه‌توز به نام مهری تلاش کرد با شایعات آبروی نازنین را خدشه‌دار کند، اما مردم ساده و عادی با قدرت از او دفاع کردند و دروغ‌ها را آشکار ساختند. بنابراین عبدالله دستور تبعید مهری را صادر نمود. سالها به سرعت گذشت و احمد جوانی شد که ویژگی‌های پدر و مادرش را در خود داشت، اما سرنوشت چنین خواست که عبدالله به بیماری سختی دچار شود. او پسرش را فرا خواند و به عدالت سفارش کرد. عبدالله در حالی که آرام و راضی بود از دنیا رفت و تمام پادشاهی برایش گریست. احمد تحت سرپرستی مادر خردمندش به شاهی عادل تبدیل شد و کشور در دوران او شکوفا گردید. نازنین همچنان به خدمت مردم ادامه داد تا اینکه پیر شد. در شب آرام پسرش را به عدالت و مهربانی سفارش کرد و سپس با آرامش چشمانش را بست. او را همان گونه که وصیت کرده بود در کنار عبدالله دفن کردند. درس داستان این است که غرور و تکبر انسان را از حقیقت و انسانیت دور می کند، اما مهربانی، فروتنی و همدلی می تواند حتی سخت‌ترین قلب ها را تغییر دهد. نازنین با وجود فقر و رنج انسانیت را فراموش نکرد و همین اخلاق نیک عبدالله را به پادشاهی عادل تبدیل کرد. ارزش واقعی انسان نه در ثروت و مقام، بلکه در قلب پاک، عدالت و کمک به دیگران است. خداوند به همه ما توفیق انجام اعمال نیک دهد. در یکی از این ویدیوهای جذاب میبینمتون. ممنون از این که تا آخر این ویدیوی جذاب با من همراه بودین. فراموش نکنید ویدیو را لایک کنید، در کامنت ها آمین بنویسید و به پیامبر رحمت صلوات بفرستین. خدا نگهدار.